با آنکه شماری از مردان و زنان به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر شدید به گدایی در شهر کابل مشغول هستند، وزارت کار و امور اجتماعی همه آنان را گدایان واقعی نمی‌داند. این وزارت میگوید بر بنیاد سروی یونیسف در سال 2006 میلادی 4000 کودک خردسال مصروف گدایی در شهر کابل هستند. یک روز خدا آتیر میکنه، خدا ما چطور کنیم نکنیم خار میشیم بچه گلون ما نان میگو سال و نیم سال پیدا کنه. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید این وزارت با سرمیاش طرزالعمل جمع کردن گدایان را ساخته است و اکنون بر مقرره کار میکنند که به اساس آن بودجه بود و باش برای کسانی که واقعا فقیر هستند تعیین شود. ما با سرمیاشتم بعضی به اقدامات کرده، وزارت کار و امور اجتماعی کرده و حتی وزارت داخله هم که شریک برنامه است با ما و هم در جریان است و انشالله که با تصویب طرزالعمل عملا کار ما آغاز می‌شود. بر بنیاد گزارش های داده شده از سوی رسانه ها حدود 60,000 گدا در شهر کابل وجود دارند و اکنون بر مقرره کار میکنند که به اساس آن بودجه بود و باش برای کسانی که واقعا فقیر هستند تعیین شود. ما با سرمیاشتم بعضی به اقدامات کرده، وزارت کار و امور اجتماعی کرده. با آنکه شماری از مردان و زنان به خاطر مشکلات اقتصادی و فقر شدید به گدایی در شهر کابل مشغول هستند، وزارت کار و امور اجتماعی همه آنان را گدایان واقعی نمی‌داند. این وزارت میگوید بر بنیاد سروی یونیسف در سال 2006 میلادی 4000 کودک خردسال مصروف گدایی در شهر کابل هستند. یک روز خدا آتیر میکنه و حتی وزارت داخله هم که شریک برنامه است با ما و هم در جریان است و انشالله که با تصویب طرزالعمل خدا ما چطور کنیم نکنیم خار میشیم بچه گلون ما نان میگو سال و نیم سال پیدا کنه. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید این وزارت با سرمیاش طرزالعمل جمع کردن گدایان را ساخته است